داستان توی یه شهر کوچیک آلمانی تو سال 1990 شروع میشه. با یه مرد به اسم رابرت آشنا میشیم که توی کارخونه کار میکنه. یه روز رابرت میره دفتر رئیسش و میفهمه که اخراج شده. همزمان پسر رابرت یعنی جنیک رو میبینیم که با دوستاش دارن روی دیوار گرافیتی میزنن. پلیس میرسه و جنیک و دوستاش فرار میکنن. جنیک موفق میشه پلیس رو گم کنه و برمیگرده خونه، جایی که خانواده‌اش واسه یه نهار جمع شدن. وقتی پلیس میاد خونه، رابرت با افسرها شوخی میکنه و میپرسه نمیخوان به جشنشون بپیوندن؟ پلیس جواب میده اومدن پسری رو بگیرن که با اسپری دیوارها رو خراب کرده و اموال دولتی آسیب دیده. دیوید، پدر جنیک که اینو میشنوه میپرسه مگه دیوار مال مردم نیست؟ ولی افسر اصرار میکنه که اونجا مال دولته. مرین، مادر جنیک که نزدیک نشسته، میپره وسط حرف و میپرسه افسری که رو دیوار رقصیده بودن رو گرفته؟ این اشاره به اون دیوار معروفه که سقوطش تو سال 1990 آلمان شرقی و غربی رو یکی کرد. مرین و کل خانواده‌اش کمونیستن و با دولت مخالف. واسه همینه که جنیک جوون با نقاشی گرافیتی رو دیوار اعتراض میکنه. بعداً مرین میره سمت صندوق عقب ماشین تا یه چیزی برداره و چشمش میخوره به دوست دوران بچگیش، والکر. والکر از مجارستان برگشته بود. دیدارشون خیلی گرمه. مرین در مورد برگشتنش حرف میزنه و دیوید بغلش میکنه. والکر میگه تو مجارستان خیلی تنها بوده، واسه همین خوشحاله که برگشته. همون شب تو جشن خانوادگی دیوید شرکت میکنه. اون شب والکر رو بالکن خونه وایساده و کامیون‌هایی رو که رد میشن نگاه میکنه. دیوید واسه والکر پتو میاره که بخوابه و هر دو متوجه کامیون‌های دولتی میشن که دارن میرن سمت یه انبار نزدیک. والکر شک میکنه. به دیوید میگه این طبیعی نیست و دارن یه چیزایی رو تو اون انبار خالی میکنن. دیوید حدس میزنه شاید پرونده های دولتیه، اما والکر اصرار میکنه که یه چیز دیگه است. ازشون میخواد برن با عموی دیوید حرف بزنن که مسئول نگهداری اونجاست و شاید بدونه چی جابجا میشه. دیوید اولش مقاومت میکنه چون با عموش خوب نیستن، ولی والکر قانعش میکنه. روز بعد دیوید و واکر عموی دیوید مارکو واسی رو تو جاده متوقف میکنن. واکر درخواست سواری میکنه و رک و پوست کنده میپرسه این روزا چی میبرن تو انبار؟ دیوید توضیح میده که میخوان ببینن دولت داره چی خالی میکنه و نکنه سلاح جابجا میشه. مارکو با اکراه سوار ماشینشون میشه. موقع نوشیدن مارکو شوخی میکنه که ترجیح میده با خونواده مشروب بخوره و در مورد چشمای دیوید حرف میزنه و یاد مادرش میفته. یه تیکه کنایه‌آمیز هم در مورد برادر دیوید میندازه. دیوید میفهمه که مارکو ازش خوشش نمیاد. در واقع مارکو عموی اونه و ازش بدش میاد. با این حال دیوید مارکو رو راضی میکنه که همراهشون بیاد و کمک کنه تا تحقیق کنه. روز بعد هر سه مشکی میپوشن و شب میرسن به در ورودی انبار. مارکو در اصلی رو واسهشون باز میکنه. داخل انبار یه سوراخ تهویه بزرگ پیدا میکنن که با قفل بسته شده. والکر از مارکو میپرسه کلید رو داره؟ ولی مارکو میگه نه. گروه مطمئن نیستن چطور برن تو. قبل از رفتن دیوید به عموش التماس میکنه ما رو ببر اون جایی که خودت ازش وارد انبار میشی. میدونه مارکو هم از دولت متنفره، پس ممکنه کمکشون کنه. مارکو جواب میده که اگه کمک کنه ممکنه کارشو از دست بده. دیوید پافشاری میکنه و یادآوری میکنه که قبلا تو ارتش کار میکرده. چقدر میخواد این کار رو نگه داره؟ با وجود کشمکش آماده میشن که ادامه بدن. میپرسن چقدر میخوای این کار رو داشته باشی؟ مارکو واضی که اینو میشنوه اونها رو از ورودی اصلی انبار راهنمایی میکنه. کل ساختمون دور یه سیستم تونل زیرزمینی ساخته شده و مارکو اونها رو میبره تو انبار یه دفتر هست که چند تا پرسنل ارتش اونجا وایسادن. مارکو بهشون هشدار میده که باید بدون اینکه کسی بفهمه رد بشن. اول خودش از کنار دفتر رد میشه و هر سه نفر پشت سرش راه میافتن و در حین حرکت قایم میشن. دیوید اول میره جلو. یهو یه زنی که تو دفتر بوده میاد بیرون و مارکو رو صدا میزنه. مارکو میره داخل تا کمک کنه. زن شکایت میکنه که تلویزیون خرابه و ازش میخواد یه نگاهی بهش بندازه. در حالی که مارکو داره تلویزیون رو درست میکنه، واکر و مرین یواشکی رد میشن و عمیق‌تر میرن تو انبار. بعد از روشن کردن تلویزیون، مارکو دوباره بهشون میپیونده. مارکو اونا رو میبره سمت یه در سنگین تو عمق انبار و بهشون میگه پشت این در همه چیزیه که واسه دیدنش اومدی.
وقتی بازش میکنه یه انبار خیلی بزرگ میبینن که پر از کیسه هاییه که از مدارک پر شدن. همین که وارد میشن متوجه اسکناس هایی میشن که کف زمین پخش شده. عمیق‌تر که میرن کیسه های تلمبار شده ای میبینن که تا خرخره پر از پول نقدن. دیدن این همه پول هر سه رو میخکوب میکنه. مارکو میگه تا دیروز اینا پول رسمی بودن، حالا هیچی نیستن جز کاغذ. اگه میخواین میتونین با خودتون ببرین. حتی چند تا کیسه رو هم شروع میکنن به بیرون بردن. مرین از مارکو میپرسه چرا کلاً آتیششون نزدن؟ مارکو جواب میده که پول روی جنس با کیفیت چاپ شده بوده و از بین بردنش سخته. واسه همین هنوز دارن فکر میکنن چطور دور بریزنش. وقتی آماده میشن که از انبار بیان بیرون، یه ماشین نزدیک میشه و اونا سریع قایم میشن. بعد از رد شدن ماشین از جلوی دفتر یواشکی میان بیرون، ولی یه سرباز تو دفتر شال گردن مرین رو زمین میبینه و میفهمه کسی اونجا بوده. چراغای تونل رو روشن میکنه و آژیر خطر رو میزنه. مارکو و بقیه که سر و صدا رو میشنون میدوان سمت در اصلی، ولی باز نمیشه. یه در کناری نزدیک شروع میکنه به بسته شدن و واسه یه لحظه گیر میافتن. دقیقاً به موقع از لای در حال بسته شدن خودشون رو رد میکنن. مرین از مارکو میپرسه سوراخ تهویه کجاست؟ اونم بهشون نشون میده. میدوان سمت سوراخ تهویه در حالی که سرباز با تفنگش داره تو تونل دنبال مزاحما میگرده. هر 4 نفر میرسن به سوراخ هوا، ولی میبینن در اونم قفله. مجبور میشن بداهه عمل کنن. پس همینطور میدوان تا میرسن به یه سوراخ تهویه دیگه و مرین میره بالا. یه نردبون میکشه پایین که یه پله طولانی رو نشون میده که از زیر زمین میره بالا به سطح. هر 4 نفر از پله ها بالا میرن و میان رو زمین. سوار ماشینشون میشن و گاز میدن. تو ماشین مارین، واکر و دیوید یه نفس راحت میکشن. کاری رو کردن که هیچ وقت قبلا نکرده بودن. مارین میخنده که هیچ وقت اینقدر بهش خوش نگذشته. از مارکو میپرسه آیا به دردسر میفته؟ مارکو میگه فکر نمیکنه. هیچ کس اونو ندیده. اگه کسی با اونها دیده میشد، مشکل ساز میشد. تو خونه دیوید بسته‌های پول نقد رو میز پخش میکنن. وقتی مادر دیوید میاد و پول رو میبینه شوکه میشه. واکر میگه اونا الان یه عالمه پول نقد دارن که ممکنه بی‌ارزش باشه. دیوید توضیح میده که اونها قبلا یه مقداری از اسکناس ها رو تبدیل کردن، اما اگه بازم ببرن واسه تبدیل چطور میخوان توضیح بدن که یهو این همه پول دارن؟ مارکو پیشنهاد میده من هنوز هیچی رو تبدیل نکردم، میتونم این کارو بکنم. مارین با شک میپرسه چقدر پول میتونه جابجا کنه بدون اینکه جلب توجه کنه؟ مارکو جواب میده که ماهانه 920 مارک حقوق میگیره. واکر سریع حساب کتاب میکنه و میپرسه این تو 20 سال چقدر میشه؟ مارین بحث میکنه که 20 سال پیش حقوق ماهانه 920 مارک نبوده. دیوید پیشنهاد میده شاید اون موقع ماهی 300 مارک درآمد داشتن و بر اساس اون حساب میکنه. مادر دیوید بالاخره یه عددی رو میگه، 72,000 مارک. دیوید که اینو میشنوه میگه باید یه راهی پیدا کنن تا یه مقداری رو تبدیل کنن که مشکوک نباشه. شروع میکنن دقیقاً برنامه ریزی کردن که چطور پول نقد رو تبدیل کنن به پول قابل استفاده بدون اینکه کسی بفهمه، چون خوب میدونن که اگه یهو با کیسه های پول نقد دولتی پیدا بشن همه رو تو خطر بزرگی میندازه. مارکو به دیوید میگه که به پول نیازی نداره، همه این کارا رو فقط واسه کمک به اونها میکنه. حالا این جریان ما رو برمیگردونه به سال 1990 که دیوار برلین تازه افتاده بود و آلمان شرقی و غربی دوباره یکی شده بودن. آلمان غربی خیلی قوی تر بود. پولش ارزش بین المللی بیشتری داشت و تو تجارت با بقیه کشورها خیلی استفاده میشد. واسه همین پول آلمان غربی رو نگه داشتن به عنوان پول رسمی، در حالی که پول ضعیفتر آلمان شرقی رو بی‌اعتبار کردن. دیوید و خانواده‌اش تو آلمان شرقی زندگی می‌کردن، جایی که پول محلیشون یهو باطل اعلام شد. دولت به مردم یه فرصت محدود داده بود که پول قدیمی آلمان شرقی رو با مارک آلمان غربی عوض کنن، اما اون زمان دیگه تموم شده بود. در نتیجه دیوید و خانواده‌اش با کلی پول نقد موندن که حالا تبدیل به کاغذ بی‌ارزش شده بود. بعداً مارکو وازی که واسه دولت کار می‌کرد، تصمیم گرفت یک کم از این پول رو بریزه به حساب بانکیش. وقتی دیوید و خانواده‌اش دفترچه حساب اون رو نگاه کردن، دیدن تونسته 500 مارک بریزه، پولی که حالا قرار بود بین 4 نفر تقسیم بشه. گروه شروع کردن به بحث کردن که با بقیه پولشون چیکار میتونن بکنن. چطور میتونستن این پولای آلمان شرقی رو با پول آلمان غربی عوض کنن وقتی مهلت رسمی تبدیل تموم شده بود. یه شب دیوید رو بالکن وایساده بود و به دوردست زل زده بود. مارین متوجه سکوتش شد و پرسید چی شده؟ دیوید آه کشید و جواب داد ما همه چیزو باختیم.
مردم آلمان شرقی دارن سختی میکشن در حالی که همه مزایا میره واسه غرب. کارامون از دست دادیم و حالا حتی پولمون هم رفته. همون موقع زنگ در خورد. مرین در رو باز کرد و دید یه مرد به اسم دیر بیرون وایساده و اجاق میفروشه. دیر با شور و شوق شروع کرد به تعریف کردن از کیفیت و امکانات اجاقاش، ولی دیوید حرفشو قطع کرد و با تلخی گفت من فقط پول آلمان شرقی دارم و شماها دیگه اونو قبول نمی‌کنید. می‌خواست در رو ببنده که دیر سریع گفت ما پول آلمان شرقی رو هم قبول می‌کنیم. دیوید گیج وایساد. شوخی می‌کنی؟ پول آلمان شرقی رو الان هیچ جا قبول نمی‌کنن. حتی بانک‌ها هم دیگه نمی‌گیرن. دیر خندید و پرسید راستی پول نقد آلمان شرقی داری؟ مرین چند تا اسکناس داد به دیوید و اونم داد به دیر. دیر پول رو قبول کرد و در عوض 2 تا اجاق داد به دیوید. دیوید کنجکاو شد و پرسید با این پول چی کار میکنی؟ دیر جواب داد ما تا جمعه هنوز میتونیم پول آلمان شرقی رو واریز کنیم. 3 روز کامل وقت داریم. اگه پول بیشتری داری میتونی تا اون موقع هر چقدر میخوای بخری. دیوید که اینو شنید سریع اجاقا رو برد تو و درو بست. مرین با هیجان برگشت سمت دیوید. اونا هنوز پول ما رو قبول میکنن، یعنی میتونیم باهاش کالا بخریم. دیوید و مرین وقت تلف نکردن و رفتن پایین، جایی که دیر هنوز داشت وسایلش رو جمع میکرد. مرین پرسید کالای بیشتری واسه فروش داری؟ دیر سرش رو تکون داد. البته اگه پول نقد بیشتری داشته باشین میتونم محصول بیشتری بیارم. خیلی زود دیر یه بار دیگه کالا تحویل داد و قول داد بازم بیاد. مرین کنجکاو بود. به دیوید گفت پس اینا هنوز پول آلمان شرقی رو تبدیل میکنن؟ دیوید یه لحظه فکر کرد و جواب داد حتما اهل غربن. شاید دسترسی به پول زیاد یا اجازه مخصوصی واسه ادامه تجارت دارن. احتمالاً دارن کالاها رو میفروشن و پول رو قبل از مهلت روز جمعه میریزن بانک. چشمای مرین گشاد شد. یعنی ما هنوز 3 روز وقت داریم. همون لحظه واکر دوست قدیمیشون رسید و همه چیزو شنید. مرین آه کشید. ولی هیچ راهی نیست که بتونیم همه اونو تو فقط 3 روز خرج کنیم. واکر جواب داد پس به کمک نیاز داریم. آدمای بیشتری واسه خرید و فروش واسمون. مرین از پنجره نگاه کرد به ساختمون مسکونی بزرگی که قبلا توش زندگی میکرد. اونجا پر از 10 خانواده بود. یه نقشه تو ذهنش شکل گرفت. روز بعد دیوید، مرین و واکر رفتن به اون ساختمون و واسه همه ساکنا یه جلسه گذاشتن. وقتی همه جمع شدن، دیوید جلوشون وایساد و گفت واقعا خوشحالم که همتون اومدین. یه چیز مهمی واسه گفتن دارم. ما یه عالمه پول نقد داریم. روکش رو از رو میز کشید کنار و توده‌هایی از پول آلمان شرقی رو نشون داد. مردم نفسشون بند اومد. یکی داد زد ولی این پول الان بی‌ارزشه. دیوید یه لبخند کوچیک زد و گفت هنوز نه. ما هنوز 3 روز وقت داریم. نقشم اینه. ما این پول رو بین همتون پخش میکنیم. شما ازش استفاده میکنیم واسه خرید کالا. اون کالاها رو برمیگردونین اینجا و بعد ما اونا رو تو آلمان غربی میفروشیم. هر سودی که به دست بیاریم بین همه به طور مساوی تقسیم میکنیم. ساکنا با شک بهم نگاه کردن، ولی بعد یه مردی رفت جلو تا پولا رو از نزدیک ببینه. بعد از یکم سرشو تکون داد. همشون اصلی بودن. بعدن وقتی دیر برگشت واسه یه فروش اجاقای بیشتر، شوکه شد که خیابون دیوید پر از کامیون‌های تحویل و مردمیه که دارن کالا خالی میکنن. دیوید قبلا پول رو بین ساکنا تقسیم کرده بود که حالا هر چی میتونستن میخریدن و میآوردن خونه اون. یکی یکی مردم محلی جعبه‌ها و تجهیزات رو تحویل در خونه دیوید میدادن. مادرش واسه هر کدوم در رو باز میکرد. کالاها رو میگرفت و میداد به دیوید و مرین تو که داشتن با دقت همه چیزو تو سبدها میچیدن. با استفاده از طناب سبدها رو میفرستادن رو پشت بوم ساختمون روبرو، جایی که والکر منتظر بود. والکر وسایل رو چرخ دستی بار میکرد و میذاشت عقب یه ماشینی که مال جنت، دوست صمیمی مرین بود. جنت این ماشینای پر رو میرون تو آلمان غربی، جایی که محصولات رو میفروخت و پول آلمان غربی میگرفت. اینجوری پول آلمان شرقی با اینکه رسما بی‌اعتبار بود، به طور غیر مستقیم واسه تولید مارک‌های معتبر آلمان غربی استفاده میشد. نقشه شجاعانه‌شون جواب داده بود. اونا کالاها رو با پول نقد ممنوعه آلمان شرقی می‌خریدن و اونا رو واسه پول واقعی تو اونور مرز می‌فروختن. بعدن واکر با دینی، دختر مرین، نشسته بود. بعد از یکم دینی بلند شد و رفت. جنت که نزدیک بود به واکر نگاه کرد و معنیدار گفت میدونم چرا برگشتی اینجا. چون نمیتونستی دور باشی. تو، مرین و دیوید از بچگی از هم جدا نمیشدین. مثل آدامس چسبیده به هم. و راستش دینی خیلی منو یاد تو میندازه. اون دقیقاً مثل توه و واقعاً دوست داره.
همه در مورد تو و مرین میدونن، راز نیست. واکر که اینو شنید رفت مرین رو ببینه. مصمم بود بهش بگه هنوز عاشقشه. جلوی اون وایساد و آروم گفت یه چیزی هست که باید بهت بگم. ولی قبل از اینکه بتونه ادامه بده زنگ در خورد. مادر دیوید در رو باز کرد و بهش خبر داد پلیس اینجاست. دیوید دوید بیرون و دید پسرش جنیک دوباره به خاطر نقاشی گرافیتی رو دیوارها توسط پلیس گرفته شده. افسر جنیک رو تحویل داد و دیوید واسه اینکه نشون بده داره تنبیهش میکنه جلوی افسر یه سیلی به پسرش زد. پلیس رفت، ولی حالا دیوید، مرین و واکر همه عمیقاً نگران بودن که نکنه پلیس بفهمه اونا واقعاً دارن چی کار میکنن. واکر تصمیم گرفت یه سر به منطقه بزنه و گفت من میرم پایین ببینم چه خبره. بعد از رفتنش دیوید برگشت سمت جنیک و با جدیت گفت از الان به بعد تو بازداشت خانگی هستی تا وقتی من نگم از این خونه بیرون نمیری. در همین حین واکر رفت بیرون، اطرافو نگاه کرد و دید پلیس قبلا رفته. سوت علامت مخفیشون رو زد تا به شریکاشون خبر بده دوباره امنه. یکی یکی همه شروع کردن به بردن کالاها به خونه دیوید تا عملیات رو ادامه بدن. همون روز دینی، دختر کوچیک دیوید، یه اسکناس 200 مارکی رو برد یه مغازه نزدیک. مغازه‌دار پول رو قبول کرد، ولی یه لحظه مکث کرد و با دقت بررسیش کرد. این واسه این بود که تو آلمان شرقی اسکناس 200 مارکی هیچ وقت واقعاً پخش نشده بود. چاپ شده بودن، ولی قبل از اینکه توزیع بشن پول بی‌اعتبار شده بود. اون اسکناس‌ها قرار بود از بین برن، نه که استفاده بشن. ولی دینی کوچولو که خبر نداشت، اونو داد و با خوشحالی با یه خرس عروسکی بزرگ که خریده بود برگشت خونه. بعدن همون روز واکر با توت فرنگی برگشت خونه و شروع کرد بین همه تقسیم کردن. رابرت متوجه این قضیه شد و با شک پرسید توت فرنگی رو از کجا آوردی و با چه پولی؟ توت فرنگی رو فقط با مارک آلمان غربی میشه خرید. یه مرد دیگه به اسم لات بلند شد و با عصبانیت گفت صبر کن، نکنه از پول غربی ما استفاده کردی. همه ما تو این کار شریکیم. نمیتونی همین جوری واسه خودت تصمیم بگیری که چی خرج کنی. اون پول مال همه ماست. با ناراحتی دستاشو بالا انداخت و اضافه کرد اگه قرار اینجوری پیش بره من نمیتونم توش باشم. باید یه جلسه بذاریم و همه چیزو درست تصمیم بگیریم. اون شب همه واسه یه جلسه جمع شدن. لات پرسید کی داره همه پولا رو پیگیری میکنه؟ ما به حساب و کتاب نیاز داریم. واکر که از بحث خسته شده بود جواب داد پس شاید بهتره پول رو بین خودمون تقسیم کنیم، چون معلومه که دیگه نمیتونیم با هم کار کنیم. با این حرف واکر با عصبانیت رفت بیرون. رابرت پشت سرش رفت بیرون و سعی کرد آرومش کنه. دیوونه شدی؟ داری همه رو عصبانی میکنی و میری. ولی واکر با پرخاش جواب داد ما کسایی بودیم که اصلاً این پول رو پیدا کردیم. هیچ کس حق نداره به ما بگه باهاش چی کار کنیم. اینو گفت و چرخید و تو تاریکی رفت. رابرت برگشت تو و گفت باشه، کی بین ما مورد اعتماد هم است؟ بعد از یه سکوت کوتاه مادر مسنش حرف زد. من از پول مراقبت میکنم لات، و چرا باید به تو اعتماد کنیم؟ مادر رابرت با آرامش جواب داد چون 73 سالمه، زندگیمو کردم، دیگه هیچ حرصی واسه پول ندارم. حرفاش احترام همه رو به دست آورد. اونا قبول کردن و همه پول نقد آلمان غربی رو بردن تو قسمت لباسشویی، جایی که رسما تحت نظارت اون قرار گرفت. بعدن مرین رفت پیش واکر و گفت کار تیمی اینجوری نیست. نمیتونی هر وقت دلت خواست بری. واکر بهش نگاه کرد و با جدیت گفت پس با من بیا. تو، من و دینی. ما با هم یه خانواده جدید شروع میکنیم. مرین مکث کرد و آروم جواب داد و کجا زندگی کنیم؟ یه زندگی کوچیک یه جای دیگه بسازیم. چرا اینجا نمونی و یه زندگی خوب با ما نسازی؟ همه ما به عنوان یه خانواده بزرگ. حرفاش واکر رو خیلی تحت تاثیر قرار داد. یه لبخند کوچیک زد و واسه اولین بار دست از فکر رفتن کشید. تو همین حین تو آلمان غربی تو یکی از بانک‌های ملی که پول کشور چاپ می‌شد، یه افسر ارشد یه گزارش گرفت. یه اسکناس 200 مارکی آلمان شرقی پیدا شده بود. یکی از پولای منتشر نشده که هیچ وقت وارد بازار نشده بود. دقیقاً همون پولی بود که دینی تو مغازه خرج کرده بود. افسر اونو به رئیسش نشون داد و گفت قربان، داریم مدام بیشتر و بیشتر از این پولای قدیمی آلمان شرقی رو دریافت می‌کنیم که قرار بود از بین برن. کل پولی که داره تبدیل میشه خیلی بیشتر از چیزیه که انتظار داشتیم. تا جمعه، آخرین روز واسه تبدیل پول قدیمی آلمان شرقی، وحشت همه شهر رو گرفت. مردم واسه خرج کردن بقیه پول نقدشون واسه یه خرید کالا هجوم بردن. ناامید بودن که پولای بی‌ارزششون رو قبل از تموم شدن وقت تبدیل کنن به کالا. عصر که شد تو گروه دیوید آشوب شد. مادر دیوید یهو داد زد پولمون رفته. دیوید تو شوک برگشت. چی؟ چطوری؟
اون جواب داد من مراقبش بودم ولی یکی برده، فکر کنم از قسمت توالت اومدن. پولی که داشت ازش محافظت میکرد، پول نقد آلمان غربی، تنها پول واقعی که داشتن دزدیده شده بود. تو همین حین دیوید، مرین و واکر فهمیدن که ساکنانی که قرار بود کالاها رو واسه فروش تو آلمان غربی تحویل بدن، شروع کردن به بردن اون کالاها به خونه‌های خودشون. داشتن اونا رو احتکار میکردن و سهمشون رو زودتر میخواستن. دیوید عصبانی باهاشون روبرو شد. شما دارین از قبل واسه خودتون تقسیم میکنین. این عادلانه نیست. قرار نبود اینجوری باشه. دعوا زود بالا گرفت. صداها رفت بالا و یکی یه جعبه پرت کرد که خورد به دیوید. همون لحظه مارکووازی اومد جلو، رفت روی صندلی و داد زد. اصلاً میدونین چی در راهه؟ نرخ بیکاری اینجا تو آلمان شرقی قراره 25% بره بالا. تو چند ماه همه کارخونه هامون تعطیل میشن. حرفاش تو اتاق پیچید و همه ساکت شدن و حقیقت تلخ رو فهمیدن. امید شکننده‌شون که رو توده‌های کاغذ بی‌ارزش بنا شده بود داشت فرو می‌ریخت. مردم شروع کردن به نگرانی واسه آینده‌شون که چطور زنده بمونن. لات با تلخی گفت و حالا دیگه چی کار میتونیم بکنیم؟ مهلت تبدیل تموم شده، راه فراری نیست. ماروفسکی ولی آروم موند. شماها واقعاً قرارداد دولت رو کامل و با جزئیات خوندین؟ پرسید و یه سند رو بیرون کشید. یه خط کوچیک پایینش نوشته شده. بذاریم واسهتون بخونم. شروع کرد. شهروندان آلمان شرقی که الان دارن خارج از کشور کار میکنن تا 6 نوامبر فرصت دارن پول قدیمیشون رو تبدیل کنن. چشمای دیوید برق زد. با کمک مارکو اونا یه مردی رو پیدا کردن که اخیراً خارج از کشور زندگی و کار میکرد. دیوید و والکر تو فرودگاه منتظرش بودن. وقتی مرده که اسمش کولچکا بود بالاخره رسید، اون دوتا سریع رفتن سمتش و بهش پیشنهاد سواری دادن. تو راه کولچکا که در واقع یه افسر دولتی بود شروع کرد در مورد کارش حرف زدن، ولی بعد از یکم فهمید اونا مسیر عادی رو نمیرن. قرار نیست بریم سمت برلین؟ با شک پرسید. دیوید با خونسردی جواب داد ما فقط داریم یکم مسیر رو دور میزنیم. کولچکا که فهمید یه چیزی سر جاش نیست، سعی کرد در ماشین رو باز کنه و بپره بیرون. واکر سریع ترمز کرد و کولچکا افتاد بیرون. دست و پا زد که رو پاهاش وایسه قبل از اینکه چند متر جلوتر بیفته. دیوید دستاشو بالا برد و آروم گفت لطفاً نترس. ما واسه آسیب رسوندن بهت اینجا نیستیم. ما در واقع یه پیشنهاد کاری واسط داریم. کولچکا که کنجکاو بود و هنوز نفس میزد گوش داد. دیوید توضیح داد دیپلمات‌ها و کسایی که خارج از کشور کار کردن هنوز اجازه دارن پول تبدیل کنن و ما واسه انجامش به کمک تو نیاز داریم. بعد از یه لحظه سکوت کولچکا فکر کرد و دوباره سوار ماشین شد. قبول کرد که واسه تبدیل پولشون کمکشون کنه. بعداً مارکو ازش پرسید خب در مجموع چقدر میتونی تبدیل کنی؟ کولچکا با اطمینان جواب داد حدود 500,000 مارک. مارکو خندید. این عالیه. دوستایی هم داری که اونا هم خارج از کشور کار میکنن؟ کسایی که بتونن کمکمون کنن؟ کولچکا سرشو تکون داد. آره دارم. یه دوستم اروینه. اون از اوگاندا میاد. یکی دیگه از سوئد میاد و چند نفر دیگه هم میشناسم. مارکو پرسید میتونم به همشون زنگ بزنم؟ و چند درصد واسه کمکت انتظار داری؟ کولچکا پوزخند زد. چقدر پیشنهاد میدین؟ مارکو جواب داد 2% از کل مبلغ تبدیل. کولچکا دستشو دراز کرد. قبوله؟ اون شب همه جشن گرفتن. نقشه‌شون در حال اجرا بود. شروع کردن به تماس گرفتن با هر کسی که ممکن بود از خارج از کشور برگرده. معلم‌ها، دانشجوها، کارگرا، هر کسی که هنوز میتونست قانونی پول آلمان شرقی رو تبدیل کنه. تو جشن مرین رفت روی صندلی کنار دیوید و یه اعلامیه داد. داشتم فکر می‌کردم چرا کارخونه‌ای که هممون توش کار می‌کردیم رو نخریم. میتونیم زندگیمون رو اونجا دوباره بسازیم. لت که نزدیک نشسته بود خندید. اصلاً میدونی اون کارخونه چقدر میارزه؟ میلیون‌ها. ولی مادر دیوید که عقب نشسته بود با قاطعیت گفت ما به اندازه کافی پول نقد واسه اون داریم. گروه که تشویق شدن تصمیم گرفتن بقیه پولای پنهان شدهشون رو از انبار زیرزمینی بیارن. این بار جنیک پسر مرین بهشون پیوست. قبل از ورود مارکو هشدار داد. خطرشو میدونین درسته؟ اگه گیر بیفتیم میریم زندون. با این حال اونا رفتن. تو عمق انبار رسیدن به همون منطقه مخفی و یه بار دیگه از کوههای پولی که جلوشون بود شوکه شدن. مرین دستور داد تا جایی که میتونین بردارین. دفعه قبل به اندازه کافی نیاوردین. شروع کردن به پر کردن کیفاشون با پول و فرستادنشون بالا از طریق سوراخ تهویه، جایی که جنیک منتظر بود تا اونا رو تو ونشون بار کنه. بعد از انتقال چند تا کیف پر، مرین، دیوید و مارکو داشتن پول بیشتری رو حمل می‌کردن که متوجه شدن یه ماشین از نزدیک رد میشه. از رفتارش فهمیدن که انبار تحت نظارته. اونا یه مسیر دیگر رو رفتن.
داشتن سریع از تونل ها رد می شدن، ولی یهو یکی از افسرهای زن امنیتی اونا رو دید. مستقیم به مارکو نگاه کرد و آروم گفت من تو رو ندیدم و صدا تو هم نشنیدم. قبل از اینکه کسی بتونه جواب بده، واکر یهو از پشت ظاهر شد و زد به زن و اون انداخت زمین. هر 4 نفر، مرین، دیوید، مارکو و والکر که شوکه و ترسیده بودن تو تونل ها دویدن تا فرار کنن. ولی زود یه افسر ارتش زن بیهوش رو پیدا کرد، آژیر خطر رو زد و تو انبار آشوب شد. سربازا ریختن تو، با جیپاشون تو تونل ها گشت می‌زدن و چراغ قوه‌هاشون تاریکی رو می‌شکافتن. گروه رسیدن به سوراخ تهویه، ولی صدای سربازا رو شنیدن و پشت بشکه‌های فلزی بزرگ پناه گرفتن تا قایم شن. بالا جنیک منتظر بود، ولی سر و صدا رو که شنید ترسید و شروع کرد به اومدن پایین. دیوید از پایین با عجله اشاره کرد و زمزمه کرد برگرد بالا. جنیک فهمید و سریع برگشت بالا. سربازا ولی حرکت از قسمت تهویه رو شنیده بودن. یکیشون داد زد یکی اون بالاست، بریم سوراخو چک کنیم. وقتی سربازا نزدیکتر شدن، دیوید، واکر و مارین از مخفیگاه بیرون اومدن. آماده بودن که حواسشون رو پرت کنن. همون موقع جنیک که هنوز بالا بود متوجه شد یک کم کالا توی ون مونده. سریع فکر کرد. شروع کرد به پایین آوردن کالاها با طناب و وانمود کرد که این فقط یه جابجایی تدارکاته. سربازا که اینو دیدن فرض کردن اونها کارگرای قانونی هستن که دارن محموله رسمی رو جابجا میکنن. کمک کردن که جعبه ها رو بکشن پایین و بالاخره به مارکو، مارین، دیوید و واکر اجازه دادن برن. با استفاده کامل از گیجی 5 نفر که حالا دوباره جمع شده بودن همه کیسه های پول رو توی ون بار کردن و با سرعت توی شب رفتن. مقصد بعدیشون نهایی کردن معامله واسه یه خرید کارخونه‌ای بود که یه زمانی نماد سختی هاشون بود و حالا رستگاری شد. وقتی مارکو وسی بالاخره از معامله برگشت، همه با هیجان دورش جمع شدن. چی شد؟ جواب داد؟ پرسیدن. مارکو با یه لبخند رضایت بخش سرشو تکون داد و کل گروه دست زدن. نقششون موفق شده بود. کمی بعد همه با هم رفتن تا کارخونه‌ای رو که خریده بودن ببینن. وقتی داشتن اونجا رو میگشتن، دیوید به ماشینالات قدیمی نگاه کرد و گفت: تولید اینجا تو آلمان شرقی خیلی بیشتر از غرب هزینه داره. ما باید 2 برابر حقوق بدیم و 2 برابر هزینه ها رو تحمل کنیم. بعد لات یکی از ماشینا رو روشن کرد و واسه تعجب همه به نرمی شروع به کار کرد. از نوار نقاله یه قطعه کوچیک با برچسب نوبل اومد بیرون که همون چیزی بود که این کارخونه قبلا تولید میکرد. دفتر سفارش رو چک کردن. دیدن این قطعات قبلا نه تنها به آلمان غربی بلکه به سوئد هم عرضه میشد. کنجکاو شدن، رفتن آلمان غربی تا بیشتر در مورد این محصول بدونن، فقط واسه این که بفهمن قطعات نوبل از قبل اونجا فروخته میشه با برچسب ساخت سوئد. دیوید و واکر به هم نگاه کردن در حالی که یه حقیقت تلخ تو ذهنشون جا افتاد. واکر با تلخی گفت: وقتی ما نیروی کار ارزون‌تر بودیم، غرب این قطعات رو از ما می‌خرید، ولی الان از سوئد وارد میکنن چون اونجا ارزون‌تره. گروه که دیدن رقابت با کارخونه‌های سوئدی چقدر سخته، ناامید شدن. کارخونه رو خریده بودن ولی راه اندازی دوباره تولید حالا تقریباً محال به نظر می‌رسید. تو همین حین تو خونه مادر دیوید هنوز داشت از پول محافظت می‌کرد. بالاخره خوابش برد در حالی که دینی کوچولو نزدیک نشسته بود و با معصومیت با توده‌های پول نقد بازی می‌کرد. تو اون لحظه جنیک پسر مارین یواشکی اومد تو. یکم پول از یک کشو در آورد و رفت. مارین، واکر و دیوید از قبل به خاطر کار شکست خوردهشون استرس داشتن. یه جای دیگه جنیک به طور مخفیانه دیده شد که داره پول رو به کسی میده. ظاهراً داشت یه معامله مشکوک واسه خودش انجام میداد. بعداً واکر به مارین گفت: ما باید اینجا رو ترک کنیم به خاطر دینی. ولی مارین عصبانی و احساساتی پرخاش کرد: اگه واقعاً به دینی اهمیت میدی میمونی. دیوید که از بیرون اینو شنیده بود اومد تو و سرد پرسید: دینی چه ربطی به این داره؟ نگاه رو صورت مارین همه چیزو گفت. تو اون لحظه دیوید حقیقت دردناک رو فهمید. دینی دختر اون نبود. اون بچه واکر و مارین بود. رازی که سالها ازش پنهون کرده بودن. دیوید داغون شد و ساکت موند. خیانت خیلی بهش ضربه زده بود. کمی بعد واکر، مارین و دینی آماده شدن که واسه همیشه برن. اون شب وقتی مارین برگشت خونه، دیوید آروم پرسید: اون رفته؟ مارین آروم سرشو تکون داد: آره، این بار واقعاً رفته. همون موقع زنگ در خورد. دیوید بازش کرد و دید جنیک اونجا وایساده و چند تا افسر پلیس کنارشن. به خاطر کارهای جنیک عملیات مخفی کل گروه لو رفته بود. پلیس همه رو از ساختمون جمع کرد و برد بازداشت. تو بازجویی یه افسر خواست: کی مسئول همه اینا بود؟ لات با شجاعت گفت: هممون بودیم، با هم انجامش دادیم. افسر اخم کرد:
شماها اصلا میفهمین چی کار کردین؟ مرین محکم جواب داد: ما فقط چیزی که حق ما بود رو برداشتیم. مارکو اضافه کرد: اونا کل کنترل آلمان شرقی رو دادن دست غرب، پول ما رو مسدود کردن و هزینه‌های زندگی رو بردن بالا. چه انتخابی داشتیم؟ افسر که اینو شنید رفت بیرون تا به رئیسش زنگ بزنه. یه مقام دولتی ارشد زود اومد تو اتاق و گفت: نمیخوام این رسوایی بیشتر پخش شه. شرطتون رو بهم بگین. چی میخواین؟ دیوید بلند شد و گفت: ما فقط میخوایم کارخونه خودمون رو اداره کنیم تا کالا اینجا تولید کنیم و صادر کنیم به آلمان غربی. مقام اخم کرد: واقع بین باشین. چی واقعا ممکنه؟ مارکو با آرامش شرطشون رو مطرح کرد. اونها همه پول باقی مونده رو تحویل میدن و در عوض دولت مالکیت یه جزیره کوچیک رو بهشون میده، به یه شرط که هیچ کدومشون دیگه هیچ وقت در مورد این رسوایی عمومی حرف نزن. معامله انجام شد. یه مدتی بعد گروه دیده شدن که دارن تو اون جزیره یه زندگی آروم میگذرونن. واکر، مارین و دیوید با وجود گذشته پیچیده‌شون سعی می‌کردن با دینی به عنوان یه خانواده تو صلح زندگی کنن. یه روز در حالی که دیوید داشت با خرس عروسکی بزرگ دینی بازی می‌کرد، یهو فشارش داد و یه چیز عجیب غریب داخلش حس کرد. کنجکاو شد، پارش کرد و واسه تعجبش بسته‌های پول شروع کردن به بیرون ریختن. معلوم شد پولی که همه فکر می‌کردن دزدیده شده اصلاً دزدیده نشده بود. دینی اونو تو خرس عروسکیش قایم کرده بود. اون خرس عروسکی بزرگ پر از پول نقد بود. پس حتی بعد از اینکه دولت همه چیزو مصادره کرده بود، خانواده دیوید هنوز به اندازه کافی پول داشتن که زندگیشونو دوباره بسازن. آخرش تصمیم گرفتن یه کارخونه جدید راه بندازن. یه کارخونه‌ای که همون خرسای عروسکی رو تولید می‌کرد که یه زمانی نجاتشون داده بود. دیوید، مارین و واکر دوباره با هم کار کردند. این بار صادقانه و کار رو با موفقیت اداره کردند و با این پایان قوی و دلگرم کننده داستان به پایان میرسه. یه سفری که با باخت و خیانت شروع شد ولی با امید، اتحاد و یه شروع کاملا جدید تموم شد. چه ماجرایی بود؟ پر از عشق، طمع، شورش و رستگاری. به هم بگین دوستان، کدوم لحظه بیشتر بهتون چسبید؟ حقیقت احساسی در مورد دینی، خیانت شوکه کننده یا اون پیچش عالی با یه خرس عروسکی پر از پول؟ اگه این داستان حتی یکم تکونتون داد، دکمه لایک رو بزنین و نظراتتون رو این پایین برامون بنویسین.